شیرین بیگم آمد آرامی. بالدیم و اول موده که عبدالرحمن که آدمای خوب مردکونی از را کشته و خاطنایش را بالده آدمای خود تقسیم میکنه. خیبت خورو شجاعت خود را نشان بیتید. نایلید که در دست دشمو بفتی. زن امو رقم که میتنه مرد را به وجود بیاره، امو رقم میتنه که چی مبارزه کنه. باید از نام زنی از را دفاع کنی. راست میگه شیرین بیگم، مو تا آخرین نفسهای خود علیه ظلم می‌ایستادیم، مبارزه میکنیم. مبارزه به خاطر نام زن عزرا. 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 مبارزه به امیر صاحب عبدالرحمن، زیادتر جایها را پاکسازی کردیم. خو خبر دریافت کردیم که چند زنی هزاره در میخانه دمی نزدیکا پنهان شده. قماندان چرخی، برو تمام آنها را بیار. درست است امیر صاحب. سربازا حرکت میکنیم. خورو دشمن رسید. جمع کنه بوری دا مبارزه خداوا کنی. شیرین بیگم، تشنگی مو کشم آره. کلگی زیاد تشنه شده. دوام بیارید خورو کسی نشید. زن باید خلاص شده. حالی چی کنی؟ دشمنو در چند قدمی از ماسته. دیگه نرایی پس رفتو داریم و نه پای بلده فرار. زندگی تلختر از اینیه که بینوان کنیز و برده در بازار قماندانا و فرماندای عبدالرحمن دست به دست شده خرید و فروش شویم. دستای ای دیگه خود گرفته و خودونه از شر از این ظالما خلاص میکنیم. ماجرای شیرین بیگم به حدود بیشتر از 100 سال قبل باز می گردد. در آن زمان در آبرفت شمال غرب ارزگان دو قوم می زیستند. در قسمت جنوبی نخی‌ها و در شمال هزاره‌ها حضور داشتند. این دو قوم تا مدت‌های مدید در کنار هم می زیستند. اما در زمان امیر عبدالرحمن به این مناطق حمله شد و هزارها توسط نیروهای امیر عبدالرحمن از آنجا بیرون رانده شدند. در انتهای آبرفت ارزگان یک رشته کوه مشهور وجود دارد که به تمام این منطقه مشرف است. در زمان حمله سپاهیان امیر عبدالرحمن خان
به خانواده های هزاره مردم بیدفاع به این رشته کوهها پناه می آوردند تا در امان باشند، اما دشمن آنها را در درون این کوهها نیز تعقیب می کرد. گروهی از زنان و کودکان پناه آورده به این کوه وقتی مورد تعقیب نیروهای دشمن قرار می گیرند به مقاومت دست می زنند. رهبر این زنان دختر شجاع به نام شیرین بیگم بوده است. این زنان ابتدا با سلاح سرد و گرم در مقابل سربازان قرار می گیرند، اما وقتی می بینند کاری از دستشان بر نمی آید و محاصره تنگتر و تنگتر می شود، ترجیح می دهند به سمت قله های کوه ها فرار کنند. این زنان به قله یکی از کوه های بلند می روند، اما سربازان به تعقیب آنان ادامه می دهند. شیرین بیگم و حدود 40 زن دیگر که در قله یکی از کوه های مرتفع گیر افتاده بودند، با سنگ به مبارزه با سربازان دشمن پرداخته و این سنگ ها را از قله به سمت سربازانی که در حال بالا آمدن از کوه بودند پرت می کنند. با این حال سربازان انبوه دشمن پس از چندی از کوه 40 دختران بالا می آیند و به سمت دختران بیپناه می روند. در این لحظه شیرین بیگم و زنان همراهش تصمیم مهمی می گیرند. شیرین به همراهانش می گوید که قصد دارد خود را از بالای قله و پایین پرت کند تا به دست دشمن نیفتد، چرا که مرگ را به ننگ کنیزی برای امرای قندهار و کابل یا کلفتی برای امیر عبدالرحمن ترجیح می دهند. زنان دیگر با شیرین بیگم هم صدا شده و همگی خود را از بالای کوه بلند به پایین پرت کرده و به زندگی خود پایان می دهند. سربازان دشمن با دیدن این حرکت بهت زده و حیران به دره نگاه می کنند و بر شجاعت، جسارت و غیرت این زنان درود و احسنت می فرستند.